السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس دوم ما از کتاب العربية بين يديك برای آموزش زبان عربی. الحوار الثاني. الحوار الثاني گفتگوی دوم. الف انظر نظر کن. واستمع گوش کن. و اعد تکرار کن. الحوار الثاني گفتگوی دوم. الف انظر نظر کن. واستمع گوش کن. و اعد تکرار کن. الحوار بين محمد و شریف. الحوار بين محمد و شریف. حوار بین محمد و شریف یعنی بین دو مرد. محمد: السلام عليكم. شريف: وعليكم السلام. محمد: من أين أنت؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ از کجا هستی تو؟ من أين أنت؟ از کجا هستی تو؟ شريف: أنا من باكستان. أنا من باكستان. أنا من باكستان. من از پاکستان. من از پاکستان. محمد: هل أنت باكستاني؟ هل أنت باكستاني؟ آیا تو پاکستانی هستی؟ هل أنت باكستاني؟ آیا تو پاکستانی هستی؟ شريف: نعم أنا باكستاني. نعم أنا باكستاني. بله من پاکستانی هستم. و ما جنسيتك أنت؟ و ما جنسيتك أنت؟ و ما جنسيتك أنت؟ و ملت تو چیست؟ و ملت تو چیست؟ محمد: أنا تركي. أنا تركي. من تركم. أنا من تركيا. أنا من تركيا. من از ترکیه. من از ترکیه. شریف: اهلا و سهلا. اهلا و سهلا. خوش آمدی. این بود حوار دوم حرف الف بین محمد و شریف. الحوار الثاني. الحوار الثاني گفتگوی دوم حرف با. انظر نظر کن. واستمع گوش کن. و اعد تکرار کن. حوار دوم بین دو زن هست. یعنی حوار دوم حرف با بین دو زن است. یکیش مریم و دیگریش زینب. الحوار بین مریم و زینب. الحوار بین مریم و زینب. حوار بین مریم و زینب. مریم: السلام علیکم. زینب: وعليكم السلام. مريم: من أين أنت؟ من أين أنت؟ از کجا هستی تو؟ من أين أنت؟ از کجا هستی تو؟ زینب: أنا من مصر. أنا من مصر. من از مصر. مريم: هل أنت مصرية؟ هل أنت مصرية؟ هل أنت مصرية؟ آیا تو مصری هستی؟ یعنی آیا تو یعنی مصری زن هستی؟ زینب: نعم أنا مصرية. أنا مصرية. بله من مصری هستم. یعنی من زنی مصری هستم. و ما جنسيتك أنت؟ و ما جنسيتك أنت؟
و چیست ملت تو؟ و چیست ملت تو؟ مریم: انا سوریتون. انا سوریتون، من سوریگی هستم، یعنی من زنی سوریگی هستم. انا من سوریا. انا من سوریا، من از سوریه هستم. زینب: اهلا و سهلا. اهلا و سهلا، خوش آمدی. این بود حواری دوم حرف با بین دو زن، یعنی یکیش مریم دیگریش زینب. فرقیتی که در حواری حرف الف و حواری حرف با هست، یعنی بین مرد و زن، چی هست؟ یعنی وقتی ما ملت چه پرسیدنی میشیم، از کجا هست، یعنی از کدام دولت هست پرسیدن میخوایم، میگیم که اگر مرد باشد خطاب میکنیم من این انت. انت را ما در این کلمه انت را ما در درس گذشته گرفته بودیم که کلمه انت چی هست؟ ضمیر به سوی ضمیر مخاطب به سوی مرد است. ضمیر مخاطب به سوی مرد، یعنی تو مرد اشاره داره. وقتی ما زن گوییم که تو از کجا هستی، من این انتی، یعنی ضمیری مخاطب به سوی زن هست، یعنی تو، یعنی زن در نظر داره، خطاب زن میکنی. من این انت، تو از کجا هستی، مرد گفته میشه. من این انتی، تو از کجا هستی، زن گفته میشود. و در جواب هم مرد و هم زن یک چیز میگن، انا. کلمه انا کلمه انا من میشه، من. کلمه انا من. انا من پاکستان. انا من پاکستان، من از پاکستانم. زن باشد اونم همین گونه میگه که انا من پاکستان، یا اینکه انا من تاجیکستان، من از تاجیکستان هستم. انا من روسیه، من از روسیه هستم. فهمو؟ دیگرش وقتی که ما مرد پرسان میشیم از ملتش چی ملت هست، یعنی از دولتش نه. وقتی از دولت پرسیم از کدام دولت هست، میگیم که من این انت. زن باشد من این انتی. اما وقتی ملت چه پرسیدن میخوایم، میگیم که یعنی وقتی سوال کنیم که آیا تو پاکستانی هستی، یا اینکه آیا تو تاجیکی، یا اینکه تو روسی، وقتی چه خیلی میپرسیم همینه سوالش میکنیم. اگر پاکستانی باشه میگیم که هل انت پاکستانیون. هل انت پاکستانیون، مرد باشه. هل انت پاکستانیون، آیا تو پاکستانی هستی. زن باشد میگیم که هل انتی، آیا تو پاکستانیتون، یعنی در آخری یا پاکستانی. وقتی که مرد باشه پاکستانیون میگیم، اما زن باشه در آخری همون اسم چی میمونیم؟ تی مربوطه میمونیم. پاکستانیتون. هل انتی پاکستانیتون، آیا تو پاکستانی هستی، یعنی آیا تو پاکستانی هستی، ملت تو پاکستانی هست. فهمو؟ یا مثلا من یگان برادر رو میپرسم، میگم که هل انت تاجیکیون. هل انت تاجیکیون، آیا تو تاجیکی. زن باشد من میگم که هل انتی تاجیکیتون. هل انتی تاجیکیتون. یا مثلا یگان برادر رو میپرسیم که روسا، هل انت روسیون. هل انت روسیون، آیا تو روسی. زن باشد هل انتی روسیتون. روسیتون یعنی تی مربوطه میگیره، آیا تو روس هستی. یعنی در جواب هم مرد و هم زن یعنی تقریبا یک چیز میگن. نعم به معنی بله. نعم به معنی بله. مثلا اگر تاجیک باشه میگه که سوالش یگان برادر سوال میکنه، میگه که هل انت تاجیکیون، آیا تو تاجیکی. او میگه که نعم انا تاجیکیون، بله من تاجیکم. یا زن باشد میگه که نعم بله انا تاجیکیتون، من تاجیکم.
فهمو؟ و اینچنین وقتی که او، یعنی وقتی که یک او زن با شما را گشته پرسون میشه میگه که و ما جنسیتک انت، و ما جنسیتک انت، و ملت تو چیست؟ جنسیه گفته ملت میگن. و ما جنسیتک انت، و ملت تو چیست؟ مرد باشه میگیم که و ما جنسیتک انت، و ملت تو چیست؟ زن باشد میگیم که و ما جنسیتکی انتی، و ما جنسیتکی انتی، و ملت تو چیست؟ فهمو؟ در جواب مثلا تاجیک باشه، ترک باشه میگه که اگر مرد باشه میگه که انا ترکیون، یا اینکه انا تاجیکیون، انا ازبکیون. زن باشد میگه که انا مصریتون، انا سوریتون، انا مثلا روسیتون، ازبکیتون. فهمم؟ وقتی از دولت چه گفتن خواه؟ مثلا انا من ترکیه، انا من ترکیه. هم مرد و هم زن یک چیز میگه. انا من ترکیه، من از ترکیه هستم. انا من تاجیکستان، من از تاجیکستانم. انا من روسیه، انا من روسیه، من از روسیه هستم. فهمو؟ هم مرد و هم زن یک چیز جواب میگه. اهلا و سهلا یعنی خوش آمدی. در صحیفه بعدنگی یعنی بعضی از لغت هایی که از حوار ما خوندیم همون را ذکر میکنه. المفردات، المفردات لغت ها، المفردات لغت ها. ما جنسیتک، ما جنسیتک ملت تو چیست؟ مرد پرسون میشه. ما جنسیتکی، ما جنسیتکی ملت تو چیست؟ زن پرسون میشه. انا من، انا من. هم مرد و هم زن یک چیز استفاده میبرن. انا من. زن هم میگه که انا من، یعنی انا کلمه همی انا به معنای من. و انت به معنای تو، یعنی ضمیری مخاطب به سوی مرد. یا انتی تو، ضمیری مخاطب به سوی زن. پاکستانی، پاکستان نام دولت پاکستان. ترکیه، ترکیه. مصر، مصر. سوریه، سوریه. پاکستانیون، پاکستانیون مردی پاکستانی میشه. ترکیون مردی ترکی. مصریتون زنی مصری. سوریتون زنی سوری. مثلا با دیگراش هم گفته میشه. مرد باشه ما میگیم که تاجیکیون تاجیک، ازبکیون ازبک. تاجیکیتون یعنی زنی تاجیک، تاجیک زن. ازبکیتون یعنی ازبک زن.